بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده. ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال الله سبحانه وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد. مردم بسیار عزیز و شریف و متدین و مهمان نواز شهر سراوان و شهرستان سراوان و کل منطقه که از جاهای مختلف مشتاقان دین و علاقمندان تشریف آوردند و در این محفل شریک هستند، سروران و برادران و مادران و خواهران. امشب شب استثنایی هست در تاریخ رمضان و ویژگی های خاصی دارد. اول به خاطر آن که آخری جمعه هست و دیگه جمعه در رمضان نخواهد آمد و 28 رمضان امشب و بنابر حساب بخش بزرگ از جامعه اسلامی امشب 29 دارند، یعنی آخری شب هست که در رابطه با فضیلت آخری شب و شب 29 روایات آمده است و محفل و مجلس ختم قرآن عظیم و شأن که یک سنتی از سنتها در این مسجد در نمازهای تراویح الحمدلله انجام گرفته به عنوان قیام رمضان. 3 چیز را حضرت ردیف کردند که اینها کفاره گناه ها هستند. یک رمضان هست: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه و من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم و من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له. 3 چیزن که مایه کفاره همه گناه ها هستند. صوم رمضان هست و قیام رمضان که نمازهای تراویح و قیام لیلة القدر و عبادت کردن در لیلة القدر که امشب یکی از شبهای محتمل قدر. ماشاءالله در این ماه رمضان بنده همیشه چیزی عرض می کنم که اهل سراوان ماشاءالله اهل همتن و شبها
می نشینند پای واعظ و تبلیغ، بیشتر مقاومت در از جای دیگه، ولی الان که ماشاءالله جای دیگه هم مقاومت میکنن، خیلی مقاومت شما و نشستن در محفل واعظ و نصیحت و ختم، مقاومت شما به مراتب از دیگران بالاتر هست انشاءالله. و امشب شبی که الا جلسه که هم تمام بشه نباید بخوابیم، برای اینکه اینها همه شبهای قدران و شبهای عشره اخیر رمضان و سید المرسلین رحمت للعالمین امام النبیین امام المتقین محمد امین صلی الله علیه و سلم این عشره اخیر زنده نگه می داشت. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل عشر الأواخر من رمضان أحيا ليله وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. بعض روایت آمده، در روایت مسلم هم آمده که انقدر کوشش می کردن در عشر اخیر که در کل رمضان نمی کردن. و در روایت بخاری و مسلم هست که شب را زنده نگه می داشت. احیا لیله را معنی کرده تمام شب را زنده نگه می داشت. کل شب را حضرت در عشر اخیر معتکف می شدند وقتی که در مدینه منوره بودند و در مسجد آن حضرت شبها را بیدار نگه می داشت و فرزندان و اهلش را هم بیدار می کرد تا بشینند و عبادت کنند، دعا کنند و الله رب العزت را ذکر کنند. و لہذا این یک دو شب باقی مانده از ماه رمضان، اگر جلوتر خوابی من و شما خوابیده ایم، اما در این دو شب نخوابیم و کل شب را انشاءالله زنده نگاه داریم، بشینیم و الله تعالی را عبادت کنیم و رمضان را با استغفار، توبه، تلاوات، ذکر، خیرات و صدقات، نماز و بندگی و کار نیک رمضان را، نیکی رمضان را بدرقه کنیم. الله تعالی روزهای همه شما عزیزان، همه من و شما را و این عبادات ما را که گرچه این عبادات ما همه در آنها تقصیر و کوتاهی موجوده، ولی الله تعالی به بارگاه خودش مقبول بدارد. در این محفل ماشاءالله هم مولانا ساداتی حفظه الله، جناب مولانا ساداتی سخنرانی کردن، برای شما صحبت کردن و همه ما استفاده کردیم و همچنان عزیز من جناب حافظ محمد کریم صالح صحبت کردن و همه استفاده کردید و بنده آیه حضور شما تلاوت کردم و دعا بفرمایید که الله تعالی توفیق عنایت کند آنچه که رضایت خدای عزوجل و خوشنودی پروردگار حاصل میشه به زبان ناقص بنده جاری بگردد و دعا بفرمایید هم که الله تعالی امشب رحمت ویژه و رحمت خاص الخاص الله تعالی بر سر همه من شما نازل بفرمایید. ماشاءالله اشتیاق شما، علاقه شما، تشنگی شما، هم برادران و هم خواهران معلوم و مشخص است و الله رب العزت حضور فعال و گسترده شما را می بینند و امید ما آنه و دعای همه ما آن باشه که الله امشب پذیرایی بکنم بر رحمت خاص و الله تعالی این نشست را و حاضری را از همه ما به بارگاه خودش قبول بفرمایند و مقبول بدارند. عزیزان، وقتی که ما به قرآن عظیم الشان مراجعه می کنیم و به سنت سید المرسلین امام المتقین صلی الله علیه و سلم برمیگردیم، به این نتیجه می رسیم که الله رب العزت با بعثت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و نازل کردن قرآن عظیم الشان
و این تعلیم زیبایی که آن حضرت صلی الله علیه وسلم به جهانیان دادند، الله تعالی خواسته است که یک جامعه را به وجود بیاورد که این جامعه بسیار پیشرفته، مترقی و جامعه‌ای که الگو باشه برای دنیا و جامعه سالمی باشه و جامعه‌ای که تمام زندگیشون پرهیزگاری را رعایت کنند. یک جامعه پرهیزگار الله تعالی و نخبه خواسته که در دنیا به وجود بیاورد، و هم در شرایطی که همه دنیا دین نداشته و از روشنایی محروم بوده و دنیا را تاریکی فرا گرفته و دنیا بغیر از وحشیت و بغیر از جهالت و نادانی و شرک و کفر دنیا دیگه چیزی را نداشته. دنیا از لحاظ اخلاق سقوط کرده، دنیا از لحاظ اعتقاد سقوط کرده است و دنیا از لحاظ عمل هم بسیار ساکت بوده. در شرایطی که دنیا هیچ چیزی بشر از این امتیازات نداشته و جامعه بشری و انسانی گرفتار تاریکی بیدینی بوده و افت اخلاق، شکست اعتقاد صحیح و درست و عملکرد صحیح بوده، الله رب العزت خواسته که با فرستادن و بعثت رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین جامعه بسازه که هم از لحاظ اخلاق ممتاز باشند، هم از لحاظ عملکرد بی‌نظیر باشند و هم از لحاظ اعتقاد دارای بهترین اعتقاد باشند. جامعه متقی، جامعه پرهیزگار، جامعه وارسته و یک جامعه بهشتی و جنتی را الله تعالی در دنیا اساس گذاری بکنند. و لہذا در چنان شرایط حضرت رسول صلی الله علیه وسلم مبعوث شدن و اگر کسی فرصت داشته باشد که جاهلیت را بررسی بکنه، جاهلیت عرب را قرآن تذکر کرده است، ولی عرض بندانه که نه تنها قرآن جاهلیت قرن قبل از اسلام را تذکر کرده و ذکرش هست و علاج او جاهلیت، بلکه شما تا قیامت جاهلیت هایی که می آیند، جاهلیت قرن 20، جاهلیتی که امروز در دنیا موجوده و دنیا گرفتار جاهلیت هست، هم اونها در قرآن به نوع ذکران و قرآن عظیم و شان تمام جاهلیت را تا قیامت معالجه کرده و جاهلیت را خواسته است دور کنه از جامعه بشری و جامعه بشری را به راه روشن، راه نورانی و بهترین راه راهنمایی بکند. قرآن عظیم و شان بله از جاهلیت قبل از اسلام هم تذکره داره، وقتی بخوانید حیران میشید که مردم عرب به چه جاهلیت گرفتار بودن. ولی امروز خرافات امروز و جاهلیت امروز و نادانی بشر امروز هم در قرآن مورد تذکره و به نحو اشاره هست و علاج جاهلیت های گوناگون تا قیامت در قرآن عظیم الشان معالجه شده و قرآن راهنمای بشر در تمام زمینه ها هست و برطرف کننده کل جاهلیت و نادانی بشر تا قیامت هست. لہذا آن حضرت صلی الله علیه وسلم تشریف آوردن و قرآن نازل شد، احکام الهی یکی پس از دیگری نازل شدن و تمام این احکام و تمام اون چه در بخش عقیده است و اخلاق در قرآن عظیم الشان، همه اینها دست به هم میدهند، با هم درگیرند، با هم کلافند، با هم در یک خط زنجیر قرار دارند. همه اینا میخواه انسان را انسان وارسته بسازند، انسان ساخته بشه و انسان به وارستگی برسه، به پاکی برسه و انسان متقی بشه و پرهیزگار بشود.
شاید بهتری صورتی که انسان را برای انسان عنوان کرد که الله تعالی خواسته که درستش بکنه، انسان های متقی، جامعه با تقوا را الله بسازه، جامعه فرهیزگار بسازه. و این جامعه فرهیزگار کامل ترین جای الله تعالی خواسته اجتماعی را درست بکنه و بسازه که اجتماع سالمی باشه، حقوق همه انسان رعایت بشه، حقوق حیوانات رعایت بشه. این جامعه الله تعالی خواسته که از لحاظ اعتقاد سالم ترین عقیده را داشته باشند و بهترین عقیده که عقیده توحیده. و الله تعالی خواسته که این جامعه بهترین عقیده را داشته باشند، بهترین اخلاق این جامعه داشته باشه و از لحاظ عمل کرد این جامعه بهترین عمل کرده داشته باشه و این جامعه هم حق خدا را رعایت کنه کاملا، حقوق پروردگار را و حقوق انسانها را و بشریت را، و جامعه الگو باشه، نمونه باشه و سالم باشه. و تعبیری که بنده عرض کردم خدمت شما، به این نتیجه میرسیم که الله خواسته یک موجود بهشتی، یک موجود جنتی در دنیا درست بکنه که در دنیا که زندگی میکنه هم جنتیان، بهشتیان، برخوردار از حیات طیبان، برخوردار از پاکیزه ترین عقیده زندگی باشند و سالم ترین زندگی. و وقتی که از این دنیا رفتن مستقیما وارد جنت بشوند، وارد رحمت های الهی بشوند و به رضامندی رب العالمین برسند. و لہذا الله رب العزت بر این اساس قرآن عظیم و شان نازل کرده و بر این اساس الله رب العزت احکام نازل کرده. این آیه‌ای که حضور شما تلاوت شد در رابطه با فرضیت رمضان هست که الله می فرمایند که من رمضان فرض کردم بر هم شما و این روزه را فرض کردم و بر امتان پیشین هم روزه را الله فرض کرده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الله می فرمایند که مقصد روزه که بر شما فرض شده برای چه؟ برای آن که شما بر الله تعالی خاصه شما را به فرهیزگاری برسانه، شما متقی بشید، فرهیزگار بشید، انسانای صالح بشید که در رابطه فرهیزگاری بنده عرایض خدمت شما دارم. و روزه آمده برای که شما را متقی بگرداند. این طور معلومه از این آیه و قرآن عظیم الشان که از اول که بشر به دنیا آمده است الله رب العزت خواسته که بشر را به تقوا سوق بده، فرهیزگاری سوق بده. و از اول زمانی که بشر به دنیا قدم گذاشته نظر الله تعالی هم بوده که یک جامعه فرهیزگار باشه و متقی در هر دور باشه. و این امت آخری امت ما، امت حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم دیگه بزرگترین امت و شریعت ما کامل ترین شریعت است و کتاب ما بزرگترین کتاب و اسلام بهترین دین و دین مرضی عند الله است. الله این دین پسندیده را که تا قیامت پسند کرده است به من و شما عنایت کرده و این زیباترین کتاب و کاملترین کتاب به من و شما داده است و بهترین احکام الله تعالی به امت رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین مرحمت کرده و عنایت کرده است. لذا روزه برای یک مقصد بسیار مهم فرض شده و روزه برای این فرض شده است که من و شما به تقوا برسیم، من و شما به فرهیزگاری برسیم، من و شما ساخته بشیم و با این تشنگی، با این روزه گرسنگی و با این نیتی که من و شما برای خدا روزه میگیریم، روزه من و شما را میسازه. نفس پایمال میشه، نفس شکسته میشه، شکست میخوره. من و شما بر نفس غلبه میکنیم و هم بر شیطان غلبه میکنیم. شیطان ارتباطش کم میشه با من و شما، تعلقش کم میشه در رمضان که نمیتواند نزدیک شما شیطان بیاید، چرا که شیاطین زنجیرن، دسترسی به شما ندارن در این ماه رحمت. و الله تعالی خواسته که شما را به وسیله روزه بسازه، شما را به وارستگی، شما را به پاکی برساند. و اگر قبلا در شما کوتاهی بوده، سستی بوده، موارد خلاف تقوا بوده، حرام خواری بوده،
گناه بوده، معصیت بوده، الله تعالی میخواهد که اینا را همه شما در رمضان تعطیل کردید، بعد از رمضان برای همیشه تعطیل میشن. شما متنفر بشید از گناه، متنفر بشید از نافرمانی الله تعالی، متنفر بشید از معصیت، متنفر بشید از غفلت و شما به طاعت خدا رو بیاورید و رجوع کنید و به بندگی الله رب العزت توجه کنید. همینطور که رمضان تاثیرش در تقوای خود قرآن الله تعالی می فرماید الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. الله می فرماید این کتابی که در او کوچکترین شک نیست و حقانیت قرآن عظیم الشان واضح و روشنی برای همه جهانیان و دلیلش که حقانیت قرآن خود قرآن عظیم الشانه، کتابی که تا قیامت هیچ مخالف و موافق نمیتواند مانند این کتاب بیاره. یک سوره از قرآن عظیم الشان نمیتونه درست بکنه و نمیتواند 10 سوره از قرآن درست بکنه. قرآن تا قیامت اعلام کرده که اگر شما در من شک دارید مانند من بیاورید، کتاب مانند من درست کنید. اگر نمیتوانید 10 سوره، اگر نمیتوانید 1 سوره از قرآن بیاورید. و تا امروز کسی به قرآن پاسخ نداده. دانشگاه هایی که در دنیا ادبیات عرب تدریس میکنن، شعرای عرب، ادبای عرب تا امروز نتوانستن که این همه میلیاردها دلار خرج کردن در بدر و احد و حنین جنگیدن و احزاب جنگیدن، اما نتوانستن مانند قرآن عظیم الشان بیاورند. این کتابی که در او کوچکترین شک نیست و این معجزه قرنه، معجزه اسلامه و معجزه زنده حقانیت دین اسلام هست و صداقت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم. این کتاب الله نازل کرده و می فرماید هدی للمتقین. کل برنامه الله رب العزت متقینه، پرهیزگارانه. خدا میخواد امت پرهیزگاری را درست بکنه، لہذا این احکام فرض کرده، این کتاب نازل کرده و پرهیزگاران را الله مسیر داده، راه داده و صراط مستقیم، راه راست که کوتاه‌ترین راه تا به سعادت میرسه، به الله میرسه و به بهشت میرسه و برابرترین راه راستی که به خدا وارد میشه. این قرآن عظیم الشان این هدایت برای متقین. قرآن این پاسخ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، پاسخ این سوال است که شما در تمام نمازها در سوره الحمد تلاوت میکنید، سوره فاتحه، و میفرمایید اهدنا الصراط المستقیم. پروردگارا ما را به راه راست راهنمایی بفرما. شما از خدا راه راست درخواست کردید، خدا به شما آموخت و تعلیم داد که مهمترین نیاز شما، مهمترین نیاز جامعه بشری و انسانی هدایت هست و لحاظا شما سوره فاتحه بخوانید و از الله تعالی راه راست بخواهید و شما راه راست مرد خواستن، صحابه خواندن این سوره و الله تعالی فرمود که الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. شما راه راست میخواهید، این قرآن عظیم و شان راه راسته، راه راست راهنمایی میکنه به شما. پشت سر قرآن حرکت کنید، شما به راه راست حرکت کردید. پشت سر محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم حرکت کنید و آن حضرت صلی الله علیه و سلم را اتباع بکنید، شما به راه راست حرکت کردید. لہذا قرآن آمده تا من و شما را هدایت کنه به راه راست. و عزیزان من، این احکام آمدن، این احکام مهمن، این فرضه. چرا الله تعالی روزه را فرض گردانیده؟ برای آنکه تا روزه شما نگیرید به تقوا نمیتوانید برسید. لہذا الله تعالی خواسته شما را به تقوا برسانه، پرهیزگاری برسانه. لازم بوده که الله تعالی به من و شما روزه را فرض بکنه. الله نماز را فرض کرده که از ارکان دیگر مهم دینه و این نماز تاثیر داره در من و شما و تاثیرهای مختلف داره. جامعه که نماز نخوانه، جامعه که روزه نگیره، جامعه که توجه به قرآن نکنه، هرگز این جامعه بهشتی نیست. این مال بهشت نیست، این مال جهنمه.
این جامعه ویرانه و این جامعه هرگز به وارستگی و پرهیزگاری نمیرسه. نماز در شما تاثیر داره، نماز من و شما را میسازه، نماز در من و شما فروتنی به وجود میاره، نیاز من و شما تواضع در من و شما ایجاد میکنه. تقوا و تواضع عرض کنم که از ارکان مهم تقوای. تا انسان تواضع داشتن باشه متقی نمیتونه باشه. آدم مغرور، آدم متکبر هیچ وقت نمیتونه متقی و پرهیزگار باشه. لہذا نماز تاثیرات مهمی داره در ترک گناه. ان الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر. نماز از فحشا و بی‌حیایی جلوگیری میکنه و بزرگترین موارد تقوا متقی کسی است که فحشا را ویل کنه، منکر را ویل کنه، معاصی و گناه را ویل بکنه. لہذا همه این احکام دست به هم دادن و در کنار هم هستن برای این که من و تو را بسازن، جامعه را بسازن و جامعه را بهشتی بگردانن، جامعه را به حیات طیبه، زندگی پاکیزه در دنیا و آخرت برسانن. زکات الله فرض کرده و زکات انسان تزکیه میکنه، انسان پاک میکنه، به وارستگی میرسانه، بخل از انسان دور میکنه، حب مال دور میکند. او حب مالی که از مهلکات انسان هلاک میکنه و اون بخلی که از مهلکات انسان هلاک میکنه. بخل انسان به هلاکت میرساند، حب جاه به هلاکت میرسانه، حب مال به هلاکت میرسانه. و لحظه زکات فرض شده تا دیگه وظیفه را انجام بده، دیگه کاری را در من و شما انجام بده، جرایی کنه این اخلاقای زشت را و زشتی های اخلاق و فستی های اخلاق که بخل و حب مال هست. از الله نخواسته من و تو فریفته مال بشیم، عاشق مال بشیم و این موجود بهشتی دور از انسانهایی که میخواهم به وارستگی برسن، بهشتی بشن و بنده خاص خدا بشن و اونها گرفتار حب مال بشن. کسی که گرفتار حب ماله او همیشه برای تحصیل مال و حاصل کردن مال دین قربانی میکنه و احکام الهی را نادیده میگیره و مرتکب حرام میشه. اینایی که ربا میخورن، اینایی که رشوه میخورن، اینایی که مال مردم را سرقت میکنن، رهزنی میکنن، اینایی که دست به خلاف میزنن، قسم دروغین میخورن، دروغ میگن تا مال کالایشون بپروشن بازار و از این راه به استفاده دست حاصل کنن. اینا همه حب ماله و حب مال مهلک انسان هلاک میکنه و انسان نابود میکنه و به جهنم میبره. الله من و شما را نجات بده. الله نخواسته من و تو گرفتار حب مال بشیم، مال استفاده بکنیم. مال نیاز ما هست، ضرورت ما هست و مال از نعمتهای بزرگ الله تعالیه، لیکن این مال باید در دست باشه، در جیب باشه. من و تو با دل سیر بگیریم مالا، با سخاوتمندی بگیریم مالا، مالا کسب بکنیم، مالا به دست بیارید، لیکن هرگز فریفته مال نشید، عاشق مال نشید، در دل شما اثر نکنه محبتش و الا انسان به هلاکت میرسانه. مولانا روم رحمت الله علیه مطلبی داره که میگه کشتی بدون آب نمیتونه حرکت بکنه، نیاز کشتی آبه و الا کشتی در خشکی معنا نداره، ولیکن همین آب اگر در درون کشتی داخل بشه کشتی غرق میکنه و نابود میکنه. همینطور اگر مال آمد در دل ما مایه نابودی ما میشه، مایه هلاکت میشه. الله من شما را از حب مال و حب جاه و مقام نجات بده. الله میگه که الله این قبول نداره که من و تو عاشق مال بشیم، خواهر من، مادر من فریفته طلا و جواهر باشه. طلا و جواهر اسباب و وسایل این استفاده کردن صحیحه، اما نباید فریفته طلا بشیم، جواهر بشیم، لباسای قیمتی بشیم، وسایل و اسباب بشیم. وسایل و اسباب نیاز ما هستند، اما محبوب واقعی و حقیقی ما رب العالمینه. محبت از آن خدایه و محبت خدا باید در دل، در رگ و ریشه دل من و شما بشینه. محبت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم و محبت خدا، از این دو محبت از تمام محبوبها غالب باشه. دنیا را استفاده بکنید، مال استفاده بکنید، فرزند، اولاد، عزیزان، خیشان، والدین، شوهر، زن، اینا محبتشون طبیعیه و به جای خود محفوظه، اما محبت الله تعالی باید غالب باشه. به خاطر زن و فرزند و
و عزیزان نباید خدا را نافرمانی کرد، نباید نماز قضا کرد، نباید دست به حرام زد، نباید دست به خلاف زد. و لحاظا محبت رب العالمینه. اگر زن رفت، اگر اولاد رفت، اگر عزیزان رفتن اونا را تحمل کنیم، ولی نافرمانی رب العالمین هرگز حاضر نباشیم تحمل کنیم. اگر دنیا ما را تنها ول بکنه و بمانیم تنها در یک دشت و میدان، این تحمل بکنیم، ولی هرگز تحمل نکنیم که خدا را نافرمانی بکنیم، حکم خدا را بشکنیم و حکم خدا را پشت سر بیندازیم، کلام خدا را و علیاذ بالله زیر پا بگذاریم، از سر حکم خدا رد بشیم. هرگز برای ما نباید قابل تحمل باشه. اگر ما جانمون را از دست بدیم و وجودمون را از دست بدیم، این تحمل کنیم، ولی این تحمل نکنیم که رب العالمین از ما برنجه، از ما ناراض بشه و خدا قهر بکنه و غضب بشه، علیاذ بالله. این سنگینه، این نباید مسلمان تحمل بکنه. لحاظا این زکات برای یک چیزی آمده و حج برای چیز دیگه آمده. حج آمده عزیزان من بسیار مسائل آموزنده در حج و او هم در همه این آمدن تا من و شما را بسازند. اخلاقای رزیله، اخلاقای زشت، تمرد، سرکشی، غفلت، اینا همه از ما دور بشن و من و شما برسیم به وارستگی، برسیم به طهارت باطن، برسیم به پاکی قلب و قلب ما وارسته بشه، قلب ما مستعد باشه برای محبت رب العالمین، برای ارتباط با رب العالمین. خدا خواسته من و شما را بسازه و من و شما را وارستگی برسانه. خدا حبیبش را سید المرسلین امام النبیین فرستاده و این احکام برای بشر از آب خوردن هم بیشتر نیازن، از نان خوردن بیشتر نیازن، لباس برای ما یا احکام اسلام ضروری هستند. اینها بار نیستن عزیزان من، اینا علاجن، اینا ضروری هستند. چرا الله تعالی احکام فرض کرده؟ و تنها آزمایش نیست که ما بگیم این وجود من و شما میتونه نور باشه، این وجود من و شما میتونه رحمانی باشه، یعنی به الله نسبت داشته باشه، به الله نزدیک باشه و بنده حقانی باشیم، بنده ربانی باشیم. و لحاظا زمانی میتونیم ربانی باشیم که ساخته بشیم، خام نباشیم، مواد خام. انسان یک موجود خامی است و باید این علم حاصل بکنه و این عمل حاصل بکنه، به وارستگی برشه، تزکیه بشه، اصلاح بشه و این احکام الهی اند که او را میتونن تزکیه بکنن. چرا در رمضان حدیث آمده، حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرموده که هر کسی که روزه گرفت و از گناه ها پرهیز نکرد، الله به روزه او هیچ نیازی نداره از او روزه بگیره یا نه. اگر از گناه پرهیز، چرا واجب شده که من و شما در رمضان از گناه پرهیز بکنیم؟ عزیزان علاوه از این که گناه را باید در رمضان و غیر رمضان ترک کرد، اما تاثیرش اینه که وقتی شما روزه گرفتید گناه انجام ندید. این ترتیبی است، این نظامی است، الله شما را میخواد بسازه. ولی اگر شما گناه بکنید این روزه بی اثر میشه، روزه باطل میشه. اونجا که آمده روزه باطل میشه، معنیش اینه که روزه تاثیرش باطل میشه و روزه انسان به تقوا نمیرسانه. این روزهش فایده نداره. الله این روزه را بر ما فرض کرد، ولی وقتی ما روزه گرفتیم و گناه هم کردیم، اثرش را باطل کردیم و ثوابش را باطل کردیم، ولو که فرض از گردن ما ادا بشه. لذا کل دستورات خدای حکیم و خدای دانشمند و خدای علیم و قدیر خبیر همه روی حکمتن، به نفع مان، به صلاح مان، به خیر مان. ما باید از احکام الهی استقبال بکنیم. آنچه که الله فرض قرار داده، آنچه که الله او را واجب قرار داده، آنچه که شریعت اسلام او را سنت قرار داده و مستحب قرار داده است، ما حتی اولا هست او را ما انجام بدیم. ما بریم دنبال احکام الهی، بریم دنبال شریعت مطهره و بیضا، شریعت غرا، شریعت درخشنده که شبش هم میدرخشه. لیلها و نهارها سواء، بعثت بالحنفیة البیضا لیلها و نهارها سواء. فرمود الله من به شریعت فرستاده است که شبش هم نورانیه و روزش هم نورانیه.
این شریعت غرا، شریعت مطهره بریم و این احکام الهی را استقبال کنیم و با جان و دل از پروردگاری که میخواهد ما را به وارستگی برسانه و پاک بگردانه استقبال کنیم. چرا انسان را به جهنم میبره؟ این توجه بفرمایید. انسان را به جهنم کدوم انسان میبرن؟ انسان آلوده را میبرن. او انسانی که آلوده به گناه، آلوده با شیطانه و رابطش با شیطان، اتصال با شیطان داره، و او انسانی که ساخته نشده و نفس اماره بر سر او تسلط حاصل کرده، احکام الهی را ضایع کرده، احکام الهی را قربانی کرده، فرایض ترک کرده، واجبات ترک کرده است، وظایف خود را انجام نداده، مرتکب معاصی شده، مرتکب گناه شده. گناه ها مال جهنمن، گناه ها مال شیطانن، گناه ها در جهت دشمنی خدا قرار دارن و مخالفت خدا و رسول قرار داده. فلیحذر الذین یخالفون عن امر رسول الله، بترسند آنانی که خلاف حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، خلاف خدا قدم برمیدارن، بترسند، برای اونا بسیار خطرناکه. جهنم از آن کسانی است که به اعتبار از اعتقاد اسلامی برخوردار نیستند، با خدا شریک میگیرن و به خدا اعتقاد ندارن و یک قیامت قبول ندارن، رسالت قبول ندارن، اعتقاد نورانی اسلامی را قبول ندارن. از لحاظ اعتقادی اونها در طرف شیطانن، پلیدن. لحاظ انسانای پلید جایشون جهنمی. الله من و شما را از پلیدی نجات بده. همانطور که ظاهر انسان آلوده میشه با نجاسات، لباس، بدن، من و شما میریم توی حمام دوش باز میکنیم، با شامپو و صابون و کیسه خود را میشوییم تا بدن ما تمیز باشه، بو از بدن ما خارج بشه و نجاست. عزیزان من، باطن انسانم پلید میشه، باطن انسانم جنابت حاصل میشه، باطن انسانم آلودگی پیدا میکنه، آلودگی با گناه، با تکبر، با حسد، با خودخواهی، با جاه طلبی، با حب مال و انواع مریضی های باطن، بخل، که الله تعالی من و شما را نجات بده. با انواع گناه را که انسان انجام میدهد، لحظه انسان پلید میشه بلا تشبیه، آلوده میشه و انسان با رجس شیطان و پلیدی شیطان این آلوده میشه، با پلیدی نفس آلوده میشه. لحظه انسان مستحق جهنم میشه که ببره اینا در جهنم بسوزن. چرا؟ برای اینکه آلوده ها را جهنم برای آلودگان است. بسیار انسانان همین حالت توی جامعه مریض میشن و به مریضی خطرناک آلودگی پیدا میکنن. طبیبان میگن و بهداشت جهانی میگه که شما این نوع انسان را بسوزید، چرا که اینها بدنشون از میکروب پره و اگر اینا منتشر بشن سبب مرگ دیگران میشن. بعض انسان ها اینطوری هستن که اینا را میسوزن تا مریضی اینها بسوزه. لذا انسان این گناه ها و معصیت چنان آلودگی خطرناک که اگر انسان با توبه پاک نشود، با گریه پاک نشود، با رجوع الله پاک نشود، با عمل صالح پاک نشه، باید اینه ببرن توی جهنم تا بسوزه توی جهنم. ولی بسیاری هستن از گناهگاران میبرن توی جهنم و مدتای مدید میسوزن و بعد پاک میشوند و الله اونا را معاف میکنه و از جهنم خارج میشن. بسیاری هستند که با گناه پلید شدن، ناپاک شدن، توبه کردند و گریه کردند و معذرت خواستند، الله تعالی اونها را معاف کرد. چرا آدم علیه السلام را از بهشت بیرون کردن؟ بهشت جای پاکانه، بهشت جای انسان بیگناهه. آدم علیه السلام لغزشی خوردن، مرتکب خطا شدن. الله تعالی فرمودن که من شما را مگر من نکردم این درخت نخور، شما خوردید، شما مرتکب خطا شدید. آدم بهشت جای خطاکاران نیست، جای گناهگار نیست، اینجا پاکان میارن نه گناهگارا را. حضرت آدم و حوا را الله لباس کشید، گویا لباس بهشتیه. این لباس باید به تن آدم پاک باشه، نه آدم خطاکار. آدم علیه السلام و حوا را به دنیا فرستاد. برید آنجا توبه کرد آدم علیه السلام، معذرت خواست، ربنا ظلمنا را خواست، داد و بیداد و فریاد برآورد و الله او را هدایت داد و او را پس به بهشت میفرسته. الله تعالی روز قیامت آدم در بهشته و الان هم زیر رحمت الهی قرار داره.
ولهذا عزیزان من گناه و معصیت همه آلودگیان، همه نجاستان، همه پلیدیان، همه رجس شیطانان، گندگی و پلیدی شیطانان، پلیدی نفس و طاعت و بندگی نیکی. اینا نوران، اینا روشنیان، اینا عطر و خوشبویان و اینا عمل بهشتی هستند. لہذا عزیزان من این ماه بهشتیه برای اینکه ما متقی میسازه انسان را و پرهیزگار میسازه و پرهیزگاران جایشون بهشته. ان للمتقین مفازا ان المتقین فی جنات و نهر. متقی در باغات و نهرها قرار دارند و متقی دارای کامیابی های متعددند و دارای پیروزیان. الله متقین پیروز میگردد. روی این عزیزان من این شریعت مطهره، این راه پاکه و این عرض کنم که سنت های آن حضرت صلی الله علیه وسلم پاکن و ما باید انتخاب بکنیم مسیر پاکی را، مسیر شریعت را، مسیر اسلام را تا به پاکی برسیم. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم جامعه را ساختن که بیقین بنده و روی ایمان میگویم و اعتقاد شما هم من میدانم همینه که پاکترین جماعت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم بلا تشبیه اون از بدترین جماعت، از انسانایی که هیچی نمیدانستن، بی خبر بودن و پدرانشون بی خبر بودن، نه پیامبری در میانشون مبعوث شده بود، نه در میان آبا و اجدادشون و اینها به بیخبری کامل بودند و به اطلاعی و بت عبادت میکردن. آن حضرت صلی الله علیه وسلم با همین قرآن عظیم و شان، با همین احکامی که امروز شما انجام میدی، با همین تعلیم، آن حضرت صلی الله علیه وسلم اونا را چنان ساخت که اینها انسانای تاریخی شدن. چه تاریخ پیدا کردن عزیزان من؟ به کجا رسیدن؟ جایی که خدا اعلام رضایت از اونا کرد. اینا ابوبکر شدن، اینا عمر بن خطاب شدن، اینا عثمان غنی شدن، اینا علی مرتضی شدن، اینا عشره مبشره شدن، ازواج مطهرات نامشون شد، بنات رسول الله نامشون شد و صحابی و صحابیات، مهاجره و انصار، اینها خاتم شدن. به چه مقامی رسیدن، به چه درجه رسیدن، به چه پاکی و طهارتی رسیدن که به تعبیر حضرت مولانا رحمت الله علیه در تکیه سخنانشون گاهی همین تکیه میکردند و میفرمودند که زیر این آسمان و بالای زمین الله تعالی جماعت پاکتر از جماعت محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به وجود نیاورده بود. واقعا بعد از انبیا بالاترین درجه اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم، مهاجرین و انصار و اهل بیت نبی صلی الله علیه وسلم که صحابه هستند و آن حضرت صلی الله علیه وسلم را دیدن. این بالاترین انسان، اینها اولیاء بودن، اینها متقین بودن، اینها بشارت بهشت در دنیا دریافت کردند، اینها قبلا جهنمی بودن قبل از بعثت آن حضرت از لحاظ عمل، اما بعد از بعثت آن حضرت ایمان آوردن و راه درست را جلو گرفتن. اینها موجود بهشتی شدن. الله اینا را خوشخبری بهشت داد و وقتی که رفتن هم به بشارت بهشت دریافت کردن و اینها رفتن از دنیا و ابشروا بالجنة التي کنتم توعدون. اینها عزیزان من آیه که به زبان بنده جاری شد همین موجود فقط، همین آیه که استقامت میکنن تا آخر عمر الله را بندگی میکنن، تا دم موت الله را بندگی میکنن. یک ماه رمضان نه تنها اهل مسجد و اهل نماز و اهل دین میشن و بعد از رمضان خداحافظی میکنن به مسجد، نه، اینا تا آخری لحظه زندگی الله را بندگی کردن، افتخار کردن بر بندگی خدا، با جان الله را بندگی کردن، با دل الله تعالی را بندگی کردن، دل به الله دادن و اینها وابسته خدا شدن، وابسته محمد رسول الله شدن، وابسته دین اسلام شدن. و لحاظا عزیزان من اینها موجوده و جامعه بهشتی آن حضرت به وجود آورد. همین جامعه بهشتی، همین انسان پاک و وارسته و ساخته شده، تزکیه شده، اصلاح شده بودن که دنیا را متأثر ساختن، قدرت ها را زیر و رو کردن و همه را به هدایت آورده. انسانایی که در دست ابرقدرت اسیر بودن، ابرقدرت ایران و روم، از دست اونها و چنگال اونها انسانا را خارج کردن، به هدایت آورده. از بت پرستی، آتش پرستی سبب نجات انسان ها شده. عزیزان من
و این جامعه بهترین جامعه الگو و نمونه ساختن. عزیزان من، آن حضرت صلی الله علیه و سلم همان برنامه امروز برای من و شما موجوده. با همین کتاب ساختن، با همین سنت ساختن، با همین احکام ساختن، همین اسلامی و شریعتی که امروز در دست ما در دست آنها بود. اگر ما عمل بکنیم به اسلام، اگر ما الله را بندگی کنیم به جان و دل، اگر ما از منکرات و معاصی دوری بکنیم و فریض بکنیم، الله رب العزت ما را میسازه. ما در عصر خودمون به ولایت میرسیم، ما در عصر خودمون به قرب خدا میرسیم، ما در عصر خودمون به پاکی میرسیم، موجود بهشتی میشیم، راه میریم توی زمین در حالی که جنتی. ما حضرت بعضی از صحابه را فرمود که این فلانی این آل بهشتی، اونایی که راه میروند روی زمین و بهشتی ان. آن حضرت بعضی را فرمودن که فلانی بهشتی است، فلانی بهشتیه. الله همه من و شما را بهشتی بگرد. بهشتی به این نیست که بعضی فامیلشون بهشتی گذاشتن، دم درشون نوشته بهشتی و فامیل بهشتی باشه، نام عبدالله باشه، نام حبیب الله باشه. نه، عمل باید حبیب الله یعنی دوست خدا، عمل باید عمل کرد بهشتی باشه. اخلاق ما باید ساخته بشه، به اخلاق فاضله برسیم، به اخلاق بلند و بالا برسیم. اخلاقای زشت و اخلاقای نامناسب از ما باید دور باشه و تا ما به پاکی برسیم و طهارت برسیم. روز قیامت اخلاق وزنش از تمام اعمال بر ترازوینی که من و شما سنگین تری حدیث آمده است. لحاظا امروز مسلمانان عزیزان من متاسفانه گرفتار معاصیان، گرفتار گناهان. مسلمان امروز نماز قضا میکنه. این مسلمان که نماز قضا میکنه چگونه ساخته بشه، چگونه این بهشتی بشه، چگونه به وارستگی برسه؟ نماز قضا میکنه، نماز میخوانه، به مسجد نمیآید، جماعت از او فوته، در حالی که الله دستور داده که شما بر رکوع کنندگان رکوع کنید. جماعت واجب نزد بسیاری از بزرگان و اگر حد اقلش آنه که سنت مؤکده تاکید شده در اسلام. آن حضرت تاکید کرده به نماز جماعت. آخری لحظات پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و دستشون به دو شانه دو صحابیه و پاهایشون به زمین خط میکشن، نمیتونه پاها را بلند بکنه از شدت مریضی. در میاد به مسجد که نماز بده، ایستادن نتوانستن، نشستند و نماز دادن. و به این حالت آن حضرت جماعت پابندی کرد. روز نماز آن حضرت رفته بود، تشریف آوردن، جماعت منتظر شده بود. آخر دیدن حضرت نیامد، نماز خواندن. آن حضرت رفتن داخل خانه، فرزندان خود را جمع کردن، گفت نماز از من رفته، بیا پشت سر من اقتدا کنید تا شما را نماز بدم، نماز من با جماعت ادا بشه. آن حضرت نمازشان رو با جماعت ادا کرد. انقدر تاکید کردن به جماعت، انقدر تاکید کردن به بعضی اعمال و این اعمال امروز از مفوته. مسلمانان سنت آن حضرت صلی الله علیه و سلم امروز در زندگی ما نیست. سنت آن حضرت صلی الله علیه و سلم وقتی در زندگی بیاید، من و شما محبوب پروردگار میشیم. الله من و شما را دوست میکنه و محبت میکنه. عزیز شعری خان و قوا شعری بود، به هر حال گفت که تو به ما عشق میورزی، و تعبیری بود که تعبیر کرد. ولی خدا عشق میورزه به بنده، اما زمانی که بنده در مسیر الله تعالی باشه، الله را فرمان ببره، الله را اطاعت کنه، جانش را قربان الله بگردنه، مالش را قربان الله بگردنه، دل به الله بده. الله اگر نه الله غضب میکنه، قهر میکنه، لعنت میکنه الله تعالی به بسید. اما کسی که دروغ میگه در خود قرآن آمده است که الا لعنت الله علی الکاذبین. به دروغگو هیچ وقت خدا عشق نمیورزه، به بینماز عشق نمیورزه. خدای عزوجل به گناهگار، کسی که دنبال شیطانه، الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین. ما عهد نگرفتیم که شیطان عبادت نکو، از ما عهد گرفته شده که ما نباید شیطان عبادت کنیم. عبادت شیطان یعنی فرمانبرداری شیطان، پشت سر شیطان حرکت کردن. رحمان اطاعت کردن عبادت رحمان پروردگاره، شیطان اطاعت کردن در مقابل چون خدای، لحظه اطاعت شیطان، عبادت شیطانه. الله میگه من شما را گفتم شما شیطان بندگی نکنی، شیطان میگه برو دنبال عمل زنا علیاذ بالله. اگر تو بری عبادت شیطانه، تو شیطان بندگی کردی، شیطان فرمان بردی و اطاعت کردی. و لحظه این
بندگی شیطانه. الله کسی که بنده شیطان باشه ناراضه. الله غضب میکنه به کسی که خدا را نافرمانی بکنه، به حقوق انسانات تجاوز بکنه، به حق الله تجاوز و تعدی بکنه، دست به عمل زنا بزنه که این یکی از حقوق سنگین الله است. الله دستور عفت صادر کرده، پاکی را صادر کرده، از آلودگی من کرده است و بندگان میرن دنبال عمل زنا علیاذ بالله. امروز این مریضی ایدز که در دنیا لا علاج و جامعه جهانی از مقابلش عاجز، این مریضی ایدز، این رجز الله تعالی، عذاب پروردگار الله این فرستاده به تنبیه زانیان، کسانی که مرتکب عمل زنا میشوند. بهداشت جهانی اتفاق نظر داره پزشکان که این عمل این ایدز مریضی لا علاج بیشتر از زنا در دنیا را افتاده و الان هم عامل نشرش عمل زنا هست. و زنا الله میگه لا تقربوا الزنا انه کان فاحشه و ساء سبیلا. دنبال عمل زنا نرید که آلودگی بزرگه، بی‌حیایی سنگین و بزرگی است، گناه کبیره، بی‌حیایی و بد راه. عرض کنم که غریزه جنسی است، بد راه ارتباط جنسی. همه زناهی الله تعالی مسلمانان حفظ کنه، جامعه را حفظ کنه از عمل زنا. بالاترین آلودگی و متنفری الله رب العزت از کسی که بی حیا را از دست بده و غیرتش را از دست بده و دنبال عمل بی ناموسی باشه. الله نجات بده جامعه ما را. قتل از گناه سنگینه و هر کس مرتکب قتل بشه و آدم بکشه غضب الله تعالی. خود قرآن فرموده که لعنت خدا بر اوست و غضب خدا. چگونه این عشق خدا این انسان دوست داره، متنفر الله از این، بیزاره و نفرین خدا بر کسی است که انسان ها را ناحق میکشه، جان انسان ها را از بین میبره، بدنش رو از بین میبره، میکشه. لحظه قتل الله تعالی فرموده که شما قتل مرتکب نشید. عمدن هیچ مسلمانی را نباید قتل بکنه، ولی اگر خطایی باشه احتیاط کنه، او خطا چیز دیگری است، تصادف رخ میده، اتفاق دیگری گاهی پیش میآید. ولی وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا متعمدا ومن قتل مؤمنا متعمدا فجر. میفرماید اگر همه حدیث آمده همه انسانای روی زمین در قتل یک انسان توافق بکنند و یک انسان را بکشند، همه روی زمین، مردم روی زمین الله میفرسته به جهنم. معلوم میشه که وقتی آدم قتل مرتکب میشه بهشتی نمیشه، نمازم بخوانه، ولکن این آدم جهنمیه. چرا که عمل جهنم انجام داده. الله از این همه اعمال مال جهنمند که در دنیا موجودن. غیبت مال جهنمی عزیزان من، اعمال جهنمیه. دروغ عمل جهنمیه. خیانت در امانت عمل جهنمیه. و نفاق مال جهنمی. نفاق عجیب نقطه ذهنه. یک شبی صحبتی میکردم و ذهن بنده آمد و عرض کردم که الله تعالی انقدر خشم بر مشرکین نیست، کفار نیست، که غضب بر منافق. منافق کیه؟ او مسلمانه. او شخص که میگه من مسلمانم اما اعمالش منافقانه هست. الله به مشرکین اینقدر غضب نیست. میفرماید لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات. بعد مشرک درجه دومه اما منافق در درجه اوله. منافق اونی که میگه مسلمانه و اعمال حدیث آمده، حدیث بخاری شریف است که علامت منافق 3 تان و یک روایت است 4 تان. و وقتی صحبت میکنه عادت داره به گفتن دروغ و خیانت میکنه در امانات، عادت داره به این و عهد شکنی میکنه و قرارداد معاهده نداره، قرارداد میبنده و بعد نقض میکنه و پوش میده. وقتی که با کسی درگیر میشه، با کسی مرافعی داره، پوش میدهد. این را در حدیث آمده که این منافقان، علامات نفاقان. هر کسی یک علامت دیده بشه حدیث او یک شیوه و علامت از منافقین داره، اما اگر همه علامت باشه منافق کامل. حدیث آمده که منافق کامل. منافق الله تعالی میگه اول به جهنم لیعذب الله المنافقین والمنافقات والمشرکین. منافق یعنی کی؟ یعنی مسلمان. او مسلمانی که نامش را مسلمان گذاشته، شناسنامه‌اش مسلمانی اما عمل کردش مسلمان نیست.
به راه مسلمان نیست. یک رنگ نیست، دو رنگه، دو چهره داره، دو زبان داره. با یکی میگه مسلمانم، دیگری دروغ میگه. با یکی میگه مسلمانم، با زبان دیگه خیانت در امانت میکنه، پوش میده، وعده خلافی میکنه و عهد شکنی میکنه. مسلمان با یک رنگ باشه، صداقت داشته باشه، مسلمان تکلف نداره، مسلمان تصنع نداره، مسلمان ساده زندگی میکنه، ساده است و حرفش راسته، دروغ در روش مسلمان نیست. و لحاظ اینها پلیدی هم من عرض کردم که وقتی میآید انسان مستحق جهنم میگردن. این گناهایی که امروز در میان مسلمانان فراوان گناه است، گناهایی که جدید آمدن. عرض کنم که ماهواره ها الان فیلم های پخش میکنن که خطرناک، گرچه ماهواره چیز مثبت هم داره، اخبار داره، مسائل علمی داره، مسائل داره، اما توی ماهواره ها هم گناه های خطرناک موجوده. اینا فیلم های خطرناک نشان میدن که برای مسلمانان بسیار بسیار خطرناکن، آلوده میکنن جامعه اسلامیه و فرهنگ مسلمانان را میخوان از بین ببرن، فحشا را نشر کنن، بی‌حیایی را نشر کنن و لحاظ اینها این فیلم را منتشر میکنن. لحاظ اینها جز گناه هاست نگاه کردن، اینا گناه های بزرگ و بزرگ. سحر، جادوی و عزیزان من، این اینترنت که الان نعمت پروردگاره، اما به وسیله همین اینترنت گناه منتشر میشه، بعضی به گناه متصل میشن و دنبال گناه میشه. همین تلفن همراه که این نعمت پروردگار است، اما به همین تلفن چه کارایی داره انجام میگیره؟ آدم ربایی انجام میگیره، مشکلات انجام میگیره، بسیاری کارهای بی‌حیایی. بعضی اوقات که علیاذ بالله دختری و پسری فرار میکنن و ارتباط برقرار میکنن، دوست پسر، دوست دختر، همه بیشتر از همین راه تلفن ارتباط برقرار میکنن. الله تعالی دختران مسلمان و پسران مسلمان حفظ کنه. این شعار غربی هاست و این سخن و انسانایی است که بالاخره عقیده غلط دارند در رابطه با انسانیت، معتقدند که به هر حال این مسائل قبول ندارن که من و شما مطرح میکنیم. و لحاظا دوست پسر و دوست دختر در اسلام هیچ پسر مسلمان و دختر مسلمان حق نداره، حرامه، ناجایزه که بعد مرد بیگانه، پسر بیگانه، دختر بیگانه در ارتباط باشه، با او بخنده، با او صحبت کنه و صحبت دوستانه بکنه و دوست خود را دوست او قرار بده. حرامه و ناجایزه، در اسلام نیست. اسلام محرم و نامحرم داره، اسلام حلال و حرام داره. این غربه و مردم دنیا هم کفارن که حلال و حرام سرشون نمیشه و محرم و نامحرم سر نمیشه. اسلام اجازه نمیده هیچ زنی را که به نامحرم دست بده، به هیچ مرد نامحرم اجازه نداره، حرام، حق نداره که دست زن بیگانه مصافحه بکنه، ولو که خویشاونده، ولو که خواهر زن باشه، خواهر دختر عمو باشه، دختر عمه باشه، دختر خاله باشه، دختر خال باشه. اینا جایز نیست که انسان مصافحه بکنه و دست بده، چون نامحرمه. نباید دست محرم به نامحرم بخوره. اینا اسلام اجازه نداده است. اسلام زنان مسلمان هم میفرماید که شما باید حجاب رعایت کنید، پوشش اسلامی را رعایت کنید و نباید بدون حجاب راه بیفتید توی بازار، نامحرم شما را ببینن. آرایش بکنید و در خانه ببانید. آرایش شما نمیتونید بیرون نشان بدید. این تحریک کننده و این خطرناکه، جامعه را آلوده میکنه، خود او زن آلوده میشه. علیاذ بالله طلا و جواهرش را و آرایشش را، لباس زینتی را و زینت های خود را جلوی مردان بیگانه به نمایش میگذارد. اسلام این اجازه نداده. این زن، این غربی ها هستن که میایم بدون چادر، بدون لباس کافی، دستشون برانه، سینه ظاهره، پا ظاهران و میایم خود را نشان میدن به مردم دنیا. این زنهای پیشرفته نیستن. این به عنوان زن پیشرفته گرچه میآید، این زن عقب افتاده از لحاظ فکری، ذهنی، از لحاظ فرهنگ و تمدن این عقب افتاده هست. این تمدن خوبی نیست، این غلطه، اشتباهه. و لحاظا به زن اسلام شرافت داده، کرامت داده، عزت داده
و زن گفته تو خود را به لباسی بپوش و اگر بیرون رفتی که بیگانگان تو را نبینن، حیا حفظ بشه، جامعه آلوده نشه، جامعه به زنا کشانده نشه. اسلام به ازدواج تشویق کرده، ترغیب داده، گفته دختران ازدواج بدید. و حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روایت میکنن که سید المرسلین رحمت للعالمین من فرمودن که در چند چیزی که تعجیل کن. یک، در ازدواج دختران وقتی به بلوغ رسیدن و خواستگار مناسبی آمد، این خواستگار رد نکن. و در نماز تأخیر نکن، نماز سر وقت اول وقت بخون. و جنازه وقتی حاضر شد جنازه را معطل نکن که فلانی بیاید و فلانی بیاید، نه، جنازه وقتی حاضر شد جنازه را بخون و دفنش بکن. اگر انسان خوبی است به رحمت الهی زودتر برسه، اگر نابابی است پس این ناباب از شما در خانه خودتون نگهداری نکن، تحویل قبر بده و تحویل خاک بده. لحظه اگر الگوی زن، بهترین زن، اسوه زن، او زن متقی است. اون زنهای فرهیزگاران، عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها، فاطمه الزهرا، زنان حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، دختران آن حضرت، زنان صحابه عصر آن حضرت صلی الله علیه وسلم، اینا زنایی بودن که اسوه تقوا بودن، الگو هم برای زنان. زن با حجاب و زن با عفت که در غرب تا زندگی میکنه، توی فرانسه زنها با حجاب هستن، توی آلمان هستن، توی اروپا زندگی میکنه، این زن میتونه الگو باشه برای زنانی که این زن الگو بگیرن. بله الحمدلله حجاب هم داره به سرعت داره گسترش میکنه توی اروپا و جاهای دیگه. درود خاطر فرمایید. سردمه گرمی منبده. لحظه این ماه رمضان عزیزان من برای رسالت بزرگی آمده تا من و شما را پاک بگردانه. من و شما وقتی به پاکی برسیم دیگه حقوق همه را رعایت میکنیم. دیگه والدین از من و شما نمینالن. امروز توی جامعه ما والدین سبحان الله بخش بزرگی در جامعه از والدین شاکیان، پریشانن نسبت به فرزندان. تقاضای دعا میاد تو این شبا که برای فرزندان ما دعا کنید. فرزندان بعضی گرفتار دام اعتیادن، الله نجات بده. این چه مصیبت بزرگی است، بلای بزرگی است که انسان تن به مواد مخدر بده و خود را فلج بکنه، خانواده خودش را فلج بکنه. این پلیدی شیطانه، کار شیطان لعین همینه که انسانها را به گرفتار دام اعتیاد بکنه. مشروبات الکلی بده به انسانها و چیزی که الله در قرآن فرموده نجسه، پلیده و به هر دهنی دستی بخوره تا شسته نشود او پلید هست. به لباس بیفته با اون لباس نماز صحیح نیست تا شسته نشه پاک نمیشه. این پلیدی میره توی وجود انسان که الله فرموده که فهل انتم منتهون، آیا شما مشروباتا ویل میکنید؟ لحظه صحابه چگونه وقتی که آیه نازل شد قبل از او شراب حرام نبود، اما وقتی خدا حرام کرد صحابه رضوان الله تعالی اجمعین مشکای خودشون پاره کردن، کوزه ها را که درون شراب داشتن ظروف پاره کردن، ظروف از بین بردن و کسانی که کاروان تجارت داشتن از شراب می آوردن از شام به دروازه مدینه نزدیک شهر رسیدن، وقتی خبر دادن شطورها را خواباندن و مشقا را به کارد پاره کردن، شراب را ریختن و خالی آمدن مدینه. متضرر شد از لحاظ مالی ولی رضایت خدا را و رضایت حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را خرید کردن. اینا موارد خلاف تقوان. کسی که پدر را نافرمانی میکنه الله نجات بده. بعد از حق خدا سنگین ترین حق عزیزان من، مردم عزیز، مادران، خواهران، برادران، سنگین ترین حق بعد از توحید خدا الله ذکر میکنه مادر و پدره. و قضا ربک الله تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. مادر و پدر احسان کنید، مادر و پدر نیکی کنید. مادر و پدر نعمت فروردگار، سایه رحمت الهی هستند. پشت به مادر و پدر نکن، مادر و پدر را سرگردان نکن، مادر و پدر را نرنجان، مادر و پدر را به گریه در نیاور، پریشان نکن، راحت برسان. مایه سردی چشم مادر و پدر، روشنی چشم مادر و پدر. و الله عباد الرحمن تذکره کرده است که در دعای عباد الرحمن هست که این دعا را میکنن ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما.
خدای از زن و فرزندان ما کسانی را بگردان. این بندگان خاص خدا، دعای بندگان خاص خدا در قرآن ذکر شده. میگن زن و فرزندان ما را خدایا مایه روشنی چشم ما قرار بده. زن زمان میتونه روشنی چشم شوهرش باشه، خانوادهش باشه که زن با حجاب باشه، زن با عفت باشه، با حیا باشه، زن صالحه و نیک باشه، نماز بخوانه، به شوهرش محبت کنه، دوستی کنه و شوهرش را اطاعت کنه و فرمان ببره، مالش را حفاظت کنه، فرزندان حفاظت کنه، فرزندان به تربیت اسلامی بکنه، تربیت نیک بکنه. این زن مایه روشنی چشم شوهره. و همینطور شوهران هستن که مایه روشنی چشم زنن. شوهر با حیا، شوهر با عفت، شوهری که چشمش به زنان دیگر نباشه. زنهای مردم و دختران مردم رو نگاه نکنه و چشمش را حفاظت بکنه، نگهداری بکنه خودش را. و شوهری که رحم داشته باشه بر زن، خواسته های مشروع و جائز زن، مال، استثاب، لباس، چیزی برو تنگی نکنه، در حد دارایی فشار نیاوره بر زن و بچه، به اندازه دارایی برونه خرج کنه و احترام زنش را نگه داشته باشه. به پدر و مادرش فحش نده، به حرمتی نکنه به زن. این مایه روشنی چشم زنه و فرزندان مایه روشنی چشم مادر و پدران که عملشون صالح باشه، نمازی باشن، مسجدی باشن، خلافکار نباشن، معتاد نباشن، چرسی و تریاکی نشن و اطاعت کنن مادر و پدر را، اطاعت کنن خدا را. این فرزندان مایه روشنی چشم پدران، اونایی که فرزندانشون حافظ قرآنن، اونایی که فرزندانشون عالمن، اونایی که فرزندانشون رفته تحصیل کردن در دانشگاه ها و حرمت میگذارن برای مادر و پدر، خدمت میکنن برای جامعه. مایه عزت و آبروی جامعه علمایی که در حوزه ها تحصیل کردن، علمایی که در دانشگاه تحصیل کردن، علم کسب کردن، علم حیاتی و مهمه. اگر فراموش نکنن یک دو جمله هم خدمت شما پایان عرض کنم. لحظه عزیزان من، رمضان آمده، من و شما را تقوا متقی بگردانه که حق والدین رعایت کنیم و این پرهیزگاری مهمه. آدم نمیتونه پرهیزگار باشه که مادر و پدر از اون ناراض باشه. خدا را نمیتونه رضایتش را بگیره و خدا راضی باشه در حالی که مادر و پدر ناراض، مگر اینکه ناحق، البته به حق ناراض باشن. اگر ناحق ناراضن او چیز دیگر است، حسابش جدایه. عزیزان من، کسی که زن از دستش شکایت داره یا شوهر از دستش شاکیه، بعضی میگن شوهرای ما مشروب میخورن و دنبال علیاذ بالله بی عفتی هستن، بعضی میره توی شکایت، البته اینا معدودن ولی به هر حال زشته، بده. کسی که به اون خدا روزی حلال داده دنبال روزی حرام باشه و این زشتی. الله مریضه، الله من و شما را مریض نگردانه، الله من و شما را از درون خراب نگردانه. بعضی از درون فاسدن و فاسد شدن، قبل اسلام نیستن، چشم چرانی میکنن و با این که ظاهر و سلام، اما از درون خرابن، از درون ویرانن، از درون تباه شدن. الله من و شما را حفاظت کند و نجات بده. لحظه این حق خویشاوندان، حقوق همسایه است، برادران، خواهران و عمو، عمه، خال، خاله و دیگر اعزه و اقاربان، این حقشون سنگینه. و آت ذی القربى حق، و قرآن گفته خویشاوندان حقشون بده. تمام شریعت های گذشته که قرآن نقل میکنه از کتاب های گذشته، از بنی اسرائیل و کتاب هایشون، همین تاکید شده که حق خویشاوندان رعایت کنید، حق همسایه رعایت بشه، حقوق الناس رعایت بشن، حق مردم ما باید مراعات کنیم، نباید کسی را ما پریشان بکنیم و دل کسی را بشکنیم، به کسی رنج بدیم، به کسی آزار بدیم، مال کسی تعرض کنیم، به آبروش تعرض کنیم، به جان. آن حضرت در منا فرمودن که حرام کردن حضرت صلی الله علیه وسلم دماءکم و اعراضکم و اموالکم علیکم حرام. فرمود فان دماءکم، خونهای شما، آبروی شما و مال شما بر یک دیگه حرامه، مانند حرمت اون روز که روز عید بود و حرمت اون محل که حرم مکه است و حرمت ما که مایم حرامه.
3 حرمت او روز جمع شده بود. آن حضرت حرمت تکراری کردن بر مال مردم، بر آبروی مردم و بر خون مردم. الله من شما را حفاظت کنه، از همه گناه نجات بده. لحظه عزیزان من، اگر ما رمضان روزه گرفتیم و بعد هم مردم آزاری کردیم، بعد هم والدین اطاعت نکردیم، بعد هم حق مردم ضایع کردیم، این رمضان اثرش را در ما نگذاشته است. حاجی زمانی میگن که حجش قبول شده، از آثار قبولیت حج حاجیانه که از حج که بر میگرده بهتر باشه از گذشته، از عمره بر میگرده بهتر باشه، بیشتر از خدا بترسه، بیشتر پرهیزگاری بکنه، تغییر بخوره. هرگاه رمضان رد شد و من و شما تغییر احساس کردیم در زندگی، بدونیم که روزه من و شما قبول شده، تقوا در من و شما به وجود آمده، پرهیزگاری به وجود آمده. ولهذا عزیزان من مهم هست، اینا همه عرض کردم که اینا همه گناه مال شیطانند. الله شیطان ناامید بکنه از من و شما، سهمی از من و شما داشته نباشه، بهره از من و شما داشته نباشه. شیاطین ویلا بعد از ماه رمضان حمله میکنن. این جمعیت که الان موج میزنه اینجا، آمدم برای تضرع و زاری و دعا، برای بندگی خدا، چون شیاطین قیدن. ماه رحمت آمده، ماه قرآن آمده، ماهی است که جشن نزول قرآن در او مسلمان در واقع با طاعت و بندگی، با عبادت و سجده میگیرن، با دعا و نیایش میگیرن. بعد از رمضان عزیزان من و شما نباید مساجد ترک کنیم. اینطور نباشه که نماز را در خانه بخوانیم. آیه گزارش داد که یک منطقه را نام برد، نام نمیبرم، گو 7,000 نمازگزار داره، 7,000 نفر در 5 نماز می آیند به مسجد، اما همین 7,000 نفر در 4 نماز 7,000 که نماز به جماعت می خوانند، ولی در نماز صبح 2,000 باقی همه میمانند خانه. بسیاری از اینا خوابند، نماز قضا میشه. عزیزان من واقعا یک چیزی که آزار میده، نگران کننده است اینه که صبح ما ببینیم چقدر توی خانه هایشون دختران بالغان، پسران بالغان، پدر و مادر هم، والدین بسیاری در خانواده ها خوابن و نمازشون قضاست. مصیبت بزرگی است، مصیبت عظیم. این فرض نماز رکن اساسی دین، ستون دین. آقا چگونه مسلمان این ضایع میکنه؟ در حالی که فرموده شما نمازهای خود را ضایع نکنید و نماز را حفاظت کنید. قرآن بار بار همین خطاب میکنه که والذین هم علی صلواتهم یحافظون، حافظوا علی الصلوات و الصلاة الوسطی. همه نماز را حفاظت کنید و نماز عصر یا نماز صبح فرموده حفظ کنید. الله فرموده شما نماز صبح حفظ کنید، نماز عصر حفظ کنید و اگر ما نماز قضا بکنید چقدر مقصرید. امروز در شرایط کنونی این مشکلات متاسفانه در میان مسلمانان موجوده. خواهران توجه داشته باشند که مهمترین نکته برای خواهران اینه که لباسشون اسلامی باشه. شما لباس تنگ نباید بپوشید، لباس نازک، لباسای کوتاه و لباسایی هستند که لباسای اسلامی نیستند. خواهران شما باید در خانه هایتون قرآن بخوانید، قرآن یاد بگیرید، به دین رجوع بکنید، به خدا رجوع بکنید. و توصیه من هم به شما برادرانه که خواهران فراموش نکنید. خواهران مهمن، زن مهمه در خانه. زن اگر با خدا باشه، متدینه باشه، اطلاعات دینی داشته باشه، اطلاعات قرآنی داشته باشه، بچه ها را مسلمان به بر میاره، تربیت اسلامی میکنه. اگر زن از دست برم، من و شما داخل خانم بریم عبادت کنیم، به بهشتمون نمیگذارم. زنها را با خود در چنان محفل بیارید، ماشین سوار کنید، بیارید او قسمت زنانم، برو اونجا در قسمت زنان بشید، من میرم در قسمت مردم. حالا توی جوامع دیگر هم اینطوره. زنها الحمدلله دارن قرآن میخوانن، الحمدلله. خواهران و مادران سراوانی بسیار قرآن یاد گرفتن، جای دیگه قرآن یاد گرفتن. اما اینطور نباشه برادران که زنها قرآن یاد بگیرن، زنها دین یاد بگیرن، من و شما از زنها عقب بمانیم. بعض شوهران در همین منطقه سراوان بنده جایزه دادیم به بعض زنان که ماشاءالله قرآن خواندن، علم خواندن و شوهرایشون هنوز قرآن بلد نیستن. و شوهرا باید جلوتر باشه از زنان.
شما مراجعه کنید به علمایتون، مراجعه کنید به مکاتب مدارس، و اینا وظیفه دارن، ماها وظیفه داریم که شما را قرآنیات بگید، دینیات بگید. مهمه و حیاتی دین. سرنوشت من و شما در دنیا و آخرت وابسته همین دینه، وابسته خدا و رسوله. من و شما باید بیاییم به سمت اسلام، به سمت دین، احکام دین عمل بکنیم، مسیر بهشت انتخاب بکنیم. راه بهشت، راه خدایه، و راه خدا راه محمد رسول الله است، راه قرآن، راه اسلام، نه راه معصیت و گناه را ترک کنیم و از گناه دوری بکنیم و از گناه پرهیز کنیم. حقوق همه انسان را رعایت کنید. الله سخت میگیره برای حق والدین، الله سخت میگیره برای حق همسایه، الله سخت میگیره برای حق زن، برای حق شوهر، برای حق فرزند، برای حقوق الناس. مال مردم حیف و میل نکنیم، به احتیاطی نکنید. فریضگاری آنه که انسان خود را نجات بده، فرهیز بکنه، اطاعت کنه تمام دستورات پروردگار را و از محرمات و خلاف شر دوری بکنه. مال یتیمه نخورید، مال ورثه را نخورید. میراث سنگینه، میراث الله سخت میگیره. برای میراث حق مردم داده بشه، مهریه زنان ادا بشه، وام هست بر گردن شوهر. و لحاظا به نحو زندگی بکنیم که فردا اعمال من و شما را در صحرای قیامت نبرن. پرسیدن که فقیر در میان شما چه کسی است؟ گفته یا رسول الله اونی که مال داشته نداشت. نه، مسکین اونه در واقع که روز قیامت میاد حج داره، زکات داره، عمل صالح داره، ولی یکی میاد حجش را میبره، یکی میاد نمازش را میبره، یکی زکاتش را میبره، همه اعمالش را میبرن برای حقوق خود مردم، و آخر که تمام بشه او را گناه ها را میارن سر او بار میکنن. این روایت دیگری است. و لحاظا او را به جهنم میاندازن. باید که حج انجام داده، نماز خوانده، عمل صالح انجام داده، اما مردم اذیت و آزار کرده، حق مردم حیف و میل کرده، حقوق مردم سنگینن. آن حضرت صلی الله علیه وسلم با اسلام جامعه را ساختن عزیزان من که در این جامعه تبعیض نبود، نابرابری نبود، غریبم میتونه زندگی بکنه. مانند سلمان فارسی از رم هرمز اصفهان به تلاش دین بیرون رفت و به دست محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم در مدینه افتاد و مسلمان شد. سلمان هرگز احساس غربت نکرد در شهر مدینه. صهیب رومی احساس غربت نکرد. بلال حبشی از حبش احساس غربت نکرد. همه اینها پیروان حضرت رسول صلی الله علیه وسلم، شاگردان آن حضرت، غلامان آن حضرت، غلامان خدا، اینا با هم متحد بودن، همدلی داشتن، همسویی داشتن، محبت یکدیگر را در دل داشتن. امروز مسلمان همه شعار وحدت را ما میدیم، اما چرا مسلمان با هم متحد نمیشن؟ چرا مشکلات دارن؟ چرا که اعمال اصلاح نیست، جامعه اصلاح نیست. جامعه هنوز محبت خدا را تجربه نکرده، هنوز محبت رسول صلی الله علیه وسلم تجربه نکرده. جامعه اسلامی عمل و اطاعت و فرمانبرداری و پرهیزگاری را هنوز کاملا تجربه نکرده. تعدادی از احکام ما عمل میکنیم، اما بسیاری احکام دیگه در زندگی ما ترک کردیم. سستی است، کوتاهی. الله به شرافت ما کوتاهی را از من و شما دور کنه. مردم عزیز سراوان، راه نجات، راه سعادت، راه خدا، راه رسول الله، راه قرآن عظیم و شان، راه انبیاء علیهم السلام، این راه دینه. دین محکم بگیرید عزیزان، مضبوط بگیرید، بچنگ و دندان برخلاف دین قدم بر ندارید. گرفتار حب دنیا نشید، گرفتار مال نشید، پول زیاد نکنید، بله دنیا را استفاده کنید، کشاورزی، تجارت، دامداری، ولی دل ندید به دنیا، دل به الله بدید. الله تعریف کرده در قرآن: رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکات. مردان در شهر مدینه اون روز بودن که قرآن نازل میشد که اینا نماز برپا می داشتن. این جامعه ساخته شده متقی بود، نماز برپا می داشتن، از خدا غافل نبودن، سر مغازه و کسب و کار.
نماز برپا می داشت، زکات می داد. عزیزان من، زکات اموالتون را بدید. خواهران طلا شما، جواهرات شما زکات دارن و در روایت در ابو داود موجودن، در کتب حدیث موجودن. هر زنی که زکات جواهرش را پرداخت نکنه، روز قیامت جواهرش تبدیل به آتش جهنم میشه. علنگوی جهنمی، آتش جهنم، انگشتری جهنمی، گردن بند جهنمی. و لحظا زکات طلایتون بدید. عزیزان، زکات را ادا کنید و به مستحق برسانید. فقرا را بدید، مساکین بدید، یتیما را بدید و به مدارس کمک کنید. این مدارس این سرمایه عظیم شما، مایه عزت دنیا و آخرت شما. این مساجد هستند، مسجد نور، مساجد شهر شما، مساجد مسلمین، همه جا مایه عزت مسلمانان. این مدارس دینی مایه عزت هم. این مدارس دینی را حمایت کنید، کمک کنید. مدرسه گشت، مدارس بزرگ، مدرسه اشاعت التوحید، مدرسه زنگیانه و دیگه مدارس شهران، مکاتب قرآنی، اینا را حمایت کنید. علما را تناول نکنید، در کنار علمایتون باشید. علما رسالتشون سنگینه و شما گاهی یه حرف زبان بنده یک جای آمد و عرض کردم که امروز مردم حسرت میخورن که چرا در حیات آن حضرت نبودیم. ما حسرت میخوریم که در خدمت آن حضرت باشیم و آن حضرت حمایت کنیم. امروز شما دین حمایت کنید، شما علمای ربانی را حمایت کنید، علمای صالح که برای شما دارن کار میکنن و در تلاشن، صادقانه کار میکنن. مولانا محمد یوسف حمایت کنید، این علمایتون حمایت کنید. علمای سراوان، علمای دلسوزن، علمای خوبن، علمای همه بلاد استان. این حمایت اسلامه، حمایت دین هست. فرزندانتون بپرستید، به دانشگاه درس بخوانن، علم شریعت یاد بگیرن، حافظ قرآن بشن و برن تخصص حاصل بکنن. علم مهمه. علم در دنیا حرف اول میزند. هرگز ملتی نمیتونه پیشرفت بکنه، نام کسب بکنه، تاریخ کسب بکنه، نام نیک داشته باشه توی دنیا، برای او دعای خیر بشه و بدون علم باشه. لذا علم حیاتیه برای جامعه. دو چیزن که مایه حیاتن، قبلا بنده همین حرفا زدن خدمت شما. علم هست و تحصیل و هدایت هست و دینه. بی دین اگر علم به اوج خودش هم برسه، همچنان که در اروپا و بسیاری جا علم روز پیشرفت کرده، تولید علم میکنن و دیگران از اون استفاده میکنن، ما هدایت که نیست، دین که نیست، به معنی که بمیرن در جهنم میرن، ناکامن. و لحاظا اگر علم و دین همراه باشن، کنار هم باشن، سعادت بشر را تضمین میکنن و پیروزی بشر را تضمین میکنن. و لحاظا فرزندانتون نگذاری که ترک تحصیل میکنن، سرپرستی بکنید، حساس باشید. مهم علم و دین. الله تعالی من و شما را پایه بزرگ از دین و هدایت عنایت کند و فرزندان ما را و نسل جدید ما را همه عالم بگرداند. مهم عزیزان من این که شما به هر حال به دین چنگ بزنید، سنت حبیب را اتباع بکنید، احکام شریعت را اتباع بکنید. اتباع سید المرسلین رحمت للعالمین برای من و شما حیاتی است. گناه را ترک کنید، خلاصه عرایض بنده. این رسالت رمضانه، رمضان برای همین آمده، قرآن برای همین آمده، احکام الهی برای همین آمدن تا من و شما را پاک بگردانم، من و شما را به الله برسانم، به وارستگی برسیم و تزکیه بشیم، اصلاح بشیم. جماعت های تبلیغی حیاتی هم برای من و شما عزیزان. تشکیل مهمه. این کار خداییه، این کار مهمی است. امدادهای غیبی خدا در این کار دیده شده. الله چگونه نصرت میکنه، الله چگونه میسازه و الحمدلله به وسیله کار خیلی ها ساخته شده. بسیاری آدمان گرفتار دود و تریاک بودن و الان نماز سحر میخوانن، اشراق میخوانن، الحمدلله هدایت شدن. سارق بودن الان توبه کردن، خلافکار بودن هدایت شدن، تشکیل میشن. جماعت های تبلیغی، جماعت نوره و جماعت رحمت برای من و شما.
خودتون تشکیل بشید، همیشه به این جماعت همراه باشید، نصرت کنید، بی تفاوت نباشید. و عزیزان من، در همه مسائل در رابطه اجتماع بیشتر فکر بکنید تا مسائل شخصی خود را و فردی خود را. بله، مسائل جامعه مهمتر هم برای من و شما، مسائل اجتماعی مهمتر از مسائل انفرادی هم. به هر حال تمام مشکلاتی که امروز عالم اسلام گرفتاره، دست و پنجه نرم میکنه، رای حل همه برگشت به قرآن عظیم و شانه. والله به خدا قسم، اگر دنیا برگرده به اسلام، دنیا برگرده به دین، دنیا برگرده به سنت، به تقوا، مشکلات عالم اسلام الله حل میکنه. و امروز شما بینید که بیداری اسلامی موج میزنه. یا الحمدلله، این انتظار ما نداشتیم واقعا، و این عنایت خدای و امدادهای غیبی پروردگارم. و دعا کنید که الله تعالی این غلبه که راه افتاده حرکت، الله تعالی اینو به کمال برسونه، کامل بگردونه. و ما بیداری اسلامی، بیداری دینی حیاتی برای ما، ملت ما و برای همه ملت حیاتی و مهم. و آخرین حرف بنده خدمت شما آنه که عزیزان، یک چیزی که بنده رنج میبرم از خودم و برای شما هم تعجبم، و او اینی که چرا ما قبر فراموش کردیم، چرا آخرت ما فراموش کردیم. عزیزان من و شما قبر در پیش همی الله. آقای مولوی خبر داده که از مولوی های خوب سراوان آمدگو همی الله مولوی عبدالناصر محمدی، مدرس مدرسه دینی اشاعت التوحید، و همی الله پدر من کلمه شهادت خواندند و دنیا را ترک کردند و ودا کردند و رفت. گفت خوش نصیبی شما و پدرتون که شهادت بخانه آخری کلمه لا اله الا الله بشه. او در شب جمعه، آخری جمعه ماه مبارک رمضان، عشره اخیر، شبهای نزول قرآن پدرت فوت کرده، دیگه چه میخواهی؟ چرا نگران باشی؟ و این موت در پیش عزیزان من، معلوم نیست که چه لحظه جنازه بنده بلند بشه. و جنازه عزیزان ما قبر فراموش کردن، مادران ما، خواهران ما زنان قبر را زیاد بردن و حساب و کتاب را زیاد بردیم ما، در حالی که حساب و کتاب در انتظار جهنم، در انتظار او لحظه را فراموش نکنید که ما بر میگردیم به خدا. هر کس که میمیرد از دنیا به خدا رجوع میکنه. ان لله و انا الیه راجعون، معنیش همینه که وقت مصیبت و مرگ میگه ما به خدا بر میگردیم. و هر کسی که میمیره بر میگرده به الله تعالی و الله او را از عمل کردش اطلاع میکنه که عمل کرد تو مثبت شد، منفی چه عملی را انجام دادید، الله اعمال او را به او اطلاع میده. قیامت فراموش کردیم که همه ما تنها به بارگاه خدا میاییم، با عمل خودمان میاییم. هر کسی عملش را حمل میکنه به بارگاه خدا میآید. و کلهم آتیه یوم القیامت فردا، همه تنها به بارگاه خدا میآیند. سخت عزیزان من کسی که با گناه به ملاقات خدا بره، با معصیت رفتن، با دست خالی رفتن، با حقوق مردم رفتن، با تلف کردن حق خدا بریم، حق مردم برگردن ما باشه و گرفتار عذاب بشیم، بنالیم توی عذاب. الله من و شما را نجات بده. سخت عزیزان من، مشکلی که انسان بره به جای که برگشت نداره، آنجا بره و به تعبیر همین شاعر عزیز که گفت که دنیا به یک کاهی نمیارزد، آنجا متوجه بشیم که دنیا به کاهی نمیارزید و ما گرفتار خود را محبت دنیا کردیم، قبر فراموش کردیم عزیزان من، آخرت فراموش کردیم. حساب و کتاب و جنت هم در انتظاره و جهنم در انتظار ناپاکان و گناهگارانه، حزب و شیطانه، و بهشت در انتظار بندگان صالح، بندگان نیک. الله من و شما را به بهشت برساند. به هر حال این لحظه های تضرع و زاریان و دعا و نیایشم به بارگاه پروردگار. این شبها 2 مرتبه معلوم نیست که نصیب بنده و شما بشن یا نه. اگر زنده ماندیم تا سال دیگه شاید، و اگر رفتیم دیگر رمضان، آخری رمضان من و شما خواهد.
چه بسا عزیزان توی مسجد نور نماز خواندن، الله کجا؟ چه علمای در این شهر تشریف داشتن و مایه رونق شهر بودن، کجا رفتن؟ چه انسانای اجتماعی، انسانای خوب و خوشنام در این شهر زندگی میکردن، الله نامشون گرفته نمیشه، به قبرستان رفتن. جای مادر و خواهر، جای برادر، جای همه ما قبرستانه. این خانه آخری خانه دنیای ماست که میریم به عالم برزخ وارد میشه، آنجا گرفتار عذاب دردناک، خدا نجات بده، یا زیر رحمت الهی قرار میگیره. عزیزان من، باید گریه کنیم برای آخرت خودمون، گریه کنیم برای گناهانمون، فکر برای خودمون برداریم. عزیزان برگردیم به سوی رب العالمین و توبه نصوح کنیم و تغییر در زندگی خودمون بیاوریم. توبه نو، زندگی نو. زندگیتون را تجدید کنید، زندگیتون را نو کنید. این زندگی نو بعد از توبه، و لحاظا پایبندی به عمل، اجتناب از گناه. فرزگاری عزیزی همین ایام رجب نامه نوشته بود، توی همین جلسات مدارس بود، گفت من تصمیم گرفتم حالا که دیگه گناه را برای همیشه ترک، و تصمیم اراده من قطعیه و شما برای من دعا کنید. و چندین نامه اینطوری من دریافت کردم که بسیاری عزیزان گفتن که دیگه ما حالا خسته شدیم از گناه. این انسانها، این کشورها مانند مصر و لیبی و یمن و سوریه و بحرین و جاهای دیگه، این همه کشورها به این نتیجه رسیدن که دیگه گناه فایده نداره. اروپایی ها ما را کلا سر ما گذاشتن، شرقی ها و غربی ها ما را فریب دادن که شما سعادتتون در اینه و فیروزیتون در همینه و فلان علیه اسلام تبلیغات کردن. الان به این نتیجه رسیدن که سعادتشون در اسلام، سربلندیشون در دینه، در اتباع رحمت للعالمین فیروزی. لحاظ اینا برگشتن. من و شما برگردیم. اهالی محترم سراوان، سراوانی های عزیز، راهتون راه بنده و شما آنی که امشب توبه کنیم، از ته قلب توبه بکنیم، صادقانه حقوق مردم که خوردیم پرداخت کنیم قبل از اینکه اعمال من و شما را بردارن، قبل از اینکه در قبر و آخرت کتک بخوریم برای حق مردم. حقوق خدا را هم بدیم، نمازها را قضایی بیارید، روزهایی که خورده شده جوانی اینا را قضایی بیارید و با خدا آشتی کنیم، با خدا رابطه برقرار کنیم، به محمد رسول الله برسیم، به خدا خود را برسانیم و با عمل نیک میتونیم خود را به خدا و محمد رسول الله برسانیم. راه پاکانه اختیار کنید، راه صلح و اولیای امت اختیار کنید، راه صحابه، سیرت صحابه را اختیار کنید و سیرت سید المرسلین اختیار کنید. مسیر پاکانه، مسیر قرآن، مسیر سنت، مسیر اسلام. زندگی ما باید در این مسیر بیاد. بیالی را ترک کنید، سستی را ترک کنید، توبه بکنیم و جدی تصمیم بگیریم که الله را بندگی بکنیم، الله را عبادت بکنیم. شب بیداری داشته باشید، سحر خیزی داشته باشید. بندگان خدا، اولیای امت، صحابه رضوان الله تعالی اجمعین عموما شبها سحر بیدار می شدن و آن حضرت دور می زد در میان اینها و الله می فرماید تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من الله و رضوانا. فضل خدا و رضامندی را صحابه طلب می کردن و نماز می کردن و عبادت می کردن. لہذا فرصت زیبایی در دست من و شما امشب در های رحمت الهی باز. الله در انتظار توبه بنده و شماست. الله در انتظار برگشت بنده. الله نظر لطف داره به بندگانش، الله کرم داره. الله مهربانیش از مادر و پدر بیشتره که در انتظار برگشت پسر، دختر هست که نسبت به مادر و پدر مطیع باشه. الله در انتظار برگشت بنده و شماست. برگردیم و از صدق دل توبه کنیم، تغییر در زندگیمون ایجاد بکنیم، وابسته خدا بشیم، دل داده خدا بشیم، محبت خدا را در دلمون جا بدیم، مثل اسلافمون شب هم بیدار بشیم عبادت کنیم. علاوه از ماه رمضان در ماهای دیگه 3 روزه بگیریم.
با روزه ارتباط باشه، روزه تاثیر داره در ساختن من و شما. فرض باشه یا نه، نماز بیشتر بخوانیم غیر از نماز فرض تاثیر داره نماز. صدقات بدیم غیر از زکات فرض، صدقه عقلی بدیم خرج بکنیم جایی که نیازه بکنیم. بودجه ما عزیزان ناچیزه و بودجه ما بسیار کمه، ولهذا ما از اعمال خودمون میترسیم، از خودمون ما میهراسیم، نه از رب العالمین. رب العالمین مهربان هم بر بندگان، نظر لطف دارن، اما تقصیر از آن ما، کوتاهی از آن ما. ولهذا این انتظاری را هم بکنیم که الله تعالی اعمال ما را به بارگاه خودش قبول بکنه و بپذیره. همه رو به قبله بشینید، هر جای هستید به قبله خود را متوجه کنید، دعا بهتر قبول میشه. الحمد لله رب العالمین، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحلال المنان. ای خدای مهربان و ای خدای که احسان بر ما کردی و بار بار بر ما کرم و لطف کردی. بدیع السماوات والأرض یا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. مردی میگفت یا ذا الجلال والإكرام، یا حی یا قیوم در دعا. آن حضرت فرمود بخوان، دعا کن که خدا دعای تو را قبول خواهد کرد. یا ذا الجلال والإكرام در بین نامهای خدا از اسم اعظمن، یعنی بزرگترین نامهای پروردگاران. همه بگید یا ذا الجلال والإکرام، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحان رب السماوات رب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وبارك عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وملائكتك المقربين وعبادك الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا. اے پروردگار، اے مربی ما، ربنا
ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. پروردگارا زندگی خودمون را تلف کردیم با گناه، با معصیت. زندگی ما بدون هدف گذشت، زندگی ما بدون مقصد گذشت. زندگی با هدف زندگی کسی است که خدا را شناخته و خدا را با جان و دل بندگی کرده و تشخیص داده که من برای بندگی خدا آمدم. بقیه همه وسائل و امکانات برای رفاه و آسودگی من و نیاز من. پروردگار زندگی ما بدون هدف گذشت، مرتکب گناه و خطا شدیم. گناه صغیره، گناه کبیره انجام دادیم. پروردگار یک گناه دو گناه نه، زندگی ما در گناه و خطا گذشته. لحظه به لحظه، روز به روز، شب به شب، هفته ها، ماه و سالها غرق بودیم در گناه، غرق بودیم در غفلت و کوتاهی و تقصیر و سستی. پروردگار ربا عمرمون را تلف کردیم، عمل صالح انجام ندادیم که العالمین بتوانیم به بارگاه تو عرضه بکنیم. بندگان صالح عملشون را عرضه میکنن در چنان شبهای در دعا متوسل به اعمال میشوند، متوسل به روزه ماه رمضان و عبادت میشوند. پروردگارا ما جرأت نمی کنیم که اعمالمون را واسطه قرار بدیم، چرا که عملی که العالمین به بارگاه شایستگی کبریای تو را داشته باشه انجام نداد. ما مقصریم، به تقصیرات خود اعتراف میکنیم، به گناه اعتراف میکنیم، به نعمتهای تو معترفیم، به وحدانیت و یگانگی و توحید و لا شریک بودن تو اعتراف میکنیم و از بارگاه تو تضرع داریم، زاری میکنیم تو را و ندا میکنیم ربمون را. پروردگارا الها فریاد میزنیم و دعای حضرت یونس متوسل میشیم. همه این دعا را بخوانید: لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. یونس علیه السلام در اثر لغزش کوچکی در شکم ماهی گیر کرد، فریاد زد و تو فرمودی اگر این دعا را نمی خواند نجات نمی گرفت.
پروردگارا متوسل میشیم به نامای نیکت، متوسل میشیم به آیای قرآن که امشب در این مسجد قرآن در نماز تراویح به پایان رسید. متوسل میشیم به ماه رمضان، متوسل میشیم به قرآن عظیم و شان. اله رب درت را بر ما باز کن و رحمتت را بر ما نازل. پروردگارا بر رحمتهای خود مرا بپوشان و مغفرت ذنوب و گناه را نصیب ما بگردان. پروردگارا امشب مرا در اینجا پاک بگردان از همه گناه. پروردگارا تو فرمودی به بندگان من خبر بدید، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم و ان عذابی هو العذاب الالیم. تو فرمودی که خبر بدید که منم غفور الرحیم، توی غفور الرحیم، تویی که گناه را بیامرزی. پروردگار گناههای ما را بیامرز، گردنهای ما را آزاد کن از گناه، گردنهای ما را خلاص کن از جهنم، مرا از عذاب دنیا و آخرت نجات بده، مرا دستگیری کن، مرا فریاد رسی کن، به دعای ما اجابت کن، به درخواست ما رسیدگی کن. پروردگار برای ما جنت فردوس بنویس، برای ما نیکی را بنویس. واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنه و فی الآخرة حسنه انا هدنا الیک انا تبنا الیک. پروردگار برای ما بنویس، ایمان بنویس، العالمین اتباع حضرت رسول صلی الله علیه وسلم را بنویس، خیر دنیا و آخرت را برای ما بنویس، جنت فردوس را برای ما بنویس، نجات ما را به ما بنویس. پروردگار نگاه رحمت بفرما. پروردگار تو به بندگانت مهربانی، تو به بندگان کرم داری. تو فرمودی که دعا کنید که من اجابت میکنم و توبه کنید که من قبول میکنم. توبه هو الذی یقبل التوبة عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. گناه توبه ها را قبول میکنه، گناه را عفو میکنه، میدانه عمل کرده ما را. پروردگار ما از ناحیه عمل کردمون نگرانیم، نه از ناحیه ذات یگانه. تو کریمی، به تو خوشبینیم، به تو خوشبینیم، به خودمون بدبینیم. پروردگارا به ما کرم کن، به ما لطف و مهربانی کن. پروردگارا بساز این جامعه ما را، این جامعه ما را و این مردم ما را بساز، وارستگی برسان، به پاکی و طهارت برسان. پروردگارا الها ما را به کاروان نیکان و اولیاء الله برسان. پروردگارا در ما الله جامعه ما سرخیز پیدا کن، عابد پیدا کن، درویش و زاهد پیدا کن، اهل الله و اولیاء الله پیدا کن، اهل قرآن و اهل دین پیدا کن. پروردگارا زنان جامعه ما را به وارستگی برسان، جوانان جامعه ما را به وارستگی برسان، پاکی و طهارت مردان جامعه ما را به پاکی برسان. پروردگارا دریاب ما را که غیر از تو دیگه کسی نداریم. اله امید ما تویی، غیر از تو دیگه امیدی نیست. پروردگارا دریاب ما را بر رحمت آیا، ما را به دعات ناامید نگردان، ما را به دعات شقی و بدبخت نگردان. پروردگارا شکی کسی که به دعاش اجابت نشه و دعاش مورد قبول تو قرار نگیرد، پروردگارا دعای ما را قبول کن و رحمت آیت را به سوی ما سرازیر. ای رب العالمین تحول بیار توی این جامعه ما. ای الله جامعه این، ای الله این شهر سراوان، ای الله این منطقه را متحول دین بگردان. ای الله یا عزیزان ما را و ما را با اینها دیندار بگردان، طرفداران دین اسلام بگردان. خدای غلامی خودت را و غلامی محمد رسول الله را نصیب ما بکن.
محبت خودت را در ریشه و اعماق دلای ما داخل بگردان. پروردگارا مرا دین دار بگردان، مرا دین دوست بگردان، مرا مسلمان برحق و واقعی بگردان. پروردگارا جامعه مرا بساز. پروردگارا رحمت آیت را بر این شهر و اطراف نازل بفرما. پروردگارا قبرستان های اینجا را مغفرت فرما، مرده و زنده را رحمت بفرما و مغفرت فرما. مردم بلوچستان و سیستان هدایت بده، رحمت نازل بفرما در این ما. مردم ایران زمین هدایت بده، مسلمانان دنیا را هدایت بده، جامعه انسانی را هدایت بده. پروردگارا برگردم به سوی خود. پروردگارا رب اله ای فیصله خیر بفرما. اونای الله مسلمان امروز در سطح دنیا پریشانن، در برما و خیلی بلادای دیگر مظلومان قتل عام میشن، بی‌پناه کشته میشن، ظالمین کفار مسلمانان را میزنند. خدای مسلمانان برمه و سایر مظلومان دنیا را نجات، مسلمانان فلسطین، مسلمانان العالمین سوریه و سایر بلاد اسلامی را خدای نجات عنایت فرما. پروردگارا مسلمانان را برسان به خودت، بیدار بگردان و العالمین شر استکبار جهانی را، شر صهیونیست بین الملل و شر اله العالمین غاصبین و اشغالگران و شر ظالمین کوتاه بدار. پروردگار ربا اله العالمین اسلام به فیروزی برسان، اله العالمین پرچم اسلام را به اعتزاز در بیاور. پروردگار اله کفر شکست بده و اسلام فیروز کن. پروردگار حق فیروز کن و باطل سرنگون بفرما، باطل شکست عنایت بفرما. خدایا تو حق طرفداری میکنی و حق از آن توه، باطل از آن شیطانه. الا حق فیروز کن، الا نفاق و دروغ را نابود بگردان و صداقت و ایمان و امانت داری را فیروز بگردان. کتاب و سنت را فیروز بگردان. اله العالمین، اله العالمین پروردگار رسیدگی بفرما. پروردگار ربا نمیدانیم چه دعایی بکنیم و دعا گدای کاهلیم. دریای رحمت تو در این شبها موج میزنه و در توبه و سوال بازه. باز گذاشتی برای بندگان، فرصت دادی ما را، اما چه اله العالمین که ما بلد نیستیم چه بخواهیم. آنچه که سید المرسلین رحمت للعالمین آقای ما صلی الله علیه وسلم از تو خواسته، انبیا خواستن، میخواهیم. و آنچه که از شر او پناه خواستن، اله العالمین ما به تو پناه میخواهیم. پروردگار قبرستان های ما را اله العالمین مغفرت بفرما. روح بلند مولانا عبدالعزیز ملا زاده، مولانا عبدالعزیز ساداتی، مولانا شهادت، مولانا عبدالواحد گشتی، صوفی ملا دوست محمد و سایر علماء این دیار و نیاکان این دیار، انسانای اجتماعی و انسانای خدوم که برای جامعه خدمت کردن، والدین همه ماها و عزیزان ما، همه را مغفرت بفرما. در جوار بهترین رحمت جا عنایت بفرما. مولانا محمد یوسف، جناب مولانا محمد یوسف پروردگار شفای عاجل و کامل عنایت، صحت و سلامتی بده به این عالم صالح. علماء صالح ما را حفظ بفرما، علماء ما را ربانی بفرما، طلاب ما را، دانشگاهیان عزیز ما را، دانشجویان ما را، فرهنگیان ما را، اقشار مختلف ما را، زنان جامعه، جوانان، همه را پروردگار هدایت بده، وزیر رحمت آیت قرار بده و در پناه خود حفظ بفرما. عاقبت ما را به خیر بگردان. پروردگار بیت المقدس اله العالمین از شر صهیونیستا آزاد بفرما. و این مژده را البته بنده به شما بدم که انشاءالله آزادی بیت المقدس نزدیک و الله تعالی شرایط داره فراهم میکنه. پروردگارا نمیریم تا آزادی بیت المقدس ببینیم و در بیت المقدس نماز ادا بکنیم. اله العالمین عاقبت همه ما را به خیر بگردان. پروردگارا نمازها و روزها بنده هایت را اله العالمین به برگاه خودت قبول بفرما. مریضان شفا بده، زندانیان را وسیله آزادی فراهم بفرما. بی اولادان اولاد بده، اولادان همه ما را صالح بگردان، همه حاجت را برآورده کن.
همه مشکلات حل بفرما و پدری عزیز ما را مولوی را اله العالمین مغفرت بفرما و رفع درجات عنایت فرما. پدری آقای مولوی عبدالناصر محمدی را که فردا فرموده ساعت 10 جنازهش برگزار میشه، خدای مغفرت بفرما و رفع درجات نصیب بفرما. عاقبت امر دعای ما را قبول بفرما. ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم. خدای ختمه که اینجا امشب انجام گیره به برگاه خود قبول بفرما و همه ختمه را در جهت سنت قرار بده و به بارگاه خود قبول بفرما. همه ما را شریک اجر و ثواب بگردان. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعین. درود ختم فرمایید.